اگه تو هم نمیدونی که کانتنت ها توی ریویت نصب هست یا نه، یا اساسا نمیدونی که کانتنت ها رو از کجا باید بیاری یا چطور باید نصبش کنی، یا حتی وقتی که میخوای نصبش کنی کانتنت برات باز نمیشه و فایل اینستالرش بسته میشه، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، امیر محسن صابرماهانی هستم و قراره توی این سری آموزشه از آموزش کامل نرم افزار ریویت بهت به یکی از مشکلات پرتکرار بیام پاسخ بدم. یکی از مشکلات پرتکرار شما اینه که وقتی که ریویتتون رو باز میکنید یا کانتنتش نصب نیست، یا کانتنت رو دانلود کردی و نمیدونی چطور باید نصبش کنی، یا اساسا نمیدونی که از کجا باید دانلودش کنی، یا گاهی وقتها فایل اتودسک اینستالر برای شما باز نمیشه. من قراره توی این آموزش به تمامی این سوالای شما پاسخ بدم. خیلی خوشحال میشم که این چنل رو سابسکرایب کنی و به دوستات هم معرفی کنی و اگر سوال یا ابهامی داری برای ما زیر همین ویدیو کامنت بذاری. اولین سوالی که براتون پیش میاد اینه که کانتنت به چه درد میخوره؟ چرا باید ما فولدر کانتنت رو روی ریویت نصب کنیم؟ ببین، کانتنت به مجموعه فامیلی ها، تمپلیت ها و آبجکت های آماده‌ای گفته میشه که کار شما رو سرعت میده. قرار نیسته که شما خودتون بخواید تمپلیت های مختلفی مثلا متریک یا چیزای شبیه این رو بخواید دونه به دونه برای هر دیسیپلین خودتون بیاین بسازین. قرار نیسته که شما تک تک آبجکت هایی که قراره استفاده کنید رو خودتون بخواید مدل سازی کنید و یا عالمه آبجکت های آماده وجود داره که سرعت کار شما رو بالا میبره. یا قرار نیسته که شما تک تک فامیلی ها رو خودتون بر حسب نیاز بخواید مدل سازی کنید. یا عالمه فامیلی های مختلفی وجود داره، آبجکت های مختلفی وجود داره مثل تیر و ستون که اتفاقا خیلی هاشون به دردمون میخوره و اگر فولدر کانتنت روی ریویت شما نصب نباشه قطعا شما دچار مشکل خواهید شد. از کجا بفهمیم که آیا فولدر کانتنت روی ریویت ما نصب هست یا نه؟ زمانی که شما ریویت رو میایین باز میکنید، اگه بیاین داخل بخش مدل و روی نیو کلیک کنید، در صورتی که بخش تمپلیت فایل شما این قسمت خالی باشه و هیچ چیزی داخلش تعریف نشده باشه، نشون میده که احتمالاً فولدر کانتنت روی ریویت شما نصب نیست و شما در ابتدا باید کانتنت رو دانلود کنید و بعد از اون روی ریویتتون نصب کنید. پس کاری که شما باید بیاین انجام بدید اینه که آقا جان در ابتدا بیاین خیلی ساده ریویتتون رو ببندین. زمانی که ریویت رو بستین میاین گوگل میکنید ریویت 2024 کانتنت، همین ریویت 2023 کانتنت و در نهایت وقتی که این سایت رو براتون آورد باید بیاین این رو باز کنید. اما از اونجایی که متاسفانه طبق معمول ما یا تحریم هستیم از بیرون و از داخلم فیلتریم، در نتیجه باید یه جوری این تحریمه رو الان دور بزنیم. سایت اتودسک هم مثل خیلی های دیگه ما رو تحریم کرده و نمیتونیم بیایم ازش استفاده کنیم. پس در نتیجه قبل از اینکه بخوای این لینک رو باز کنی میری داخل یه دونه وبسایت به اسم shekan.ir. این یک تحریم شکن کاملا دولتی و قانونیه که شما باید بیاین یه سری تنظیماتی رو از این قسمت پایین اینجا براش تعریف کنید. زمانی که روی ویندوز کلیک کنی بهت یاد میده که این تنظیمات و این DNS ها رو چطور باید بیای اینجا ست کنی. پس در نتیجه DNS ها رو ست میکنی، تمام تنظیماتی که اینجا گفته رو انجام میدی، میای بروزرت رو میبندی و از اول باز میکنی و این عبارت رو جستجو میکنی. وقتی که این عبارت رو جستجو کردی، سایت مربوط به اتودسک ریویت کانتنت 2024 رو میای باز میکنی. این کانتنت ها بر اساس موقعیت های جغرافیایی مختلف تعریف شدن. اسکرول میکنی میای به سمت پایین تا جایی که برسی به این قسمت انگلیشی که اینجا وجود داره. نگاه کن، US انگلیش کانتنتی که داریم میبینی. یه دونه بخش ایمپریال کانتنت داره و یه دونه متریک کانتنت داره که ما با این متریک کانتنت بیشتر سر و کار داریم. با کلیک کردن روی این آیکون میتونی بیای به سادگی دانلودش کنی. برای دانلود کردنم ترجیحاً از نرم افزار IDM استفاده کنید که با این پینگ بالایی که ما تو اینترنت داریم دچار مشکل نشی و اگر احیانا خواستی از این IDM استفاده کنی یادت باشه که اون تحریم شکن رو باید روی IDM هم ست کنی. در غیر این صورت با کلیک کردن روی
لینک اینجا خیلی عادی مثل فایل‌های دیگه بقیه با براوزر میتونی بیای دانلودش کنی. زمانی که شما دانلودش کردید، فایل دانلود شده همین تک فایل، کاری با این دوتا نداشته باش. باید بیای روش راست کلیک کنی، گزینه ران از ادمنستریتور رو بزنی که من به عمد کلیک نمی‌کنم. وقتی که ران از ادمنستریتور رو میزنی، یه صفحه باز میشه می‌نویسه اکسترکتینگ و باید صبر کنی که بیاد اون کامل تا ته پر بشه و بعد یه کوچولو صبر کنی که بیاد فایل رو باز کنه و اجازه نصب کانتنت رو به شما بده. اما بیشتر مواقع یه اتفاقی که برات میفته وقتی که ران از ادمنستریتور میکنی، اون اکسترکتینگ باز میشه، صفحه بعدی اتودسک اینستالر رو باز نمیکنه. چی کار باید بکنیم؟ زمانی که من بیام اینجا توی صفحه تاسک منیجر رو باز کنم، وقتی که وارد این صفحه اینجا بشم، زمانی که این رو ران از ادمنستریتور کنم، توی این صفحه نگاه کن یه اتودسک اینستالر الان میاد برای من این قسمت میاره. این اتودسک اینستالر همون واقع نرم افزاریه که به شما امکان نصب نرم افزارهای اتودسک رو میده. الان اتودسک اینستالر رو که این قسمت باز کرده، اکسترکتینگ ما تموم میشه و ما باید صبر کنیم که صفحه بعد یعنی این صفحه رو باز کنه. اما برای شما احتمالاً این صفحه باز نخواهد شد، یا ممکنه مثل الان من باز بشه و یا بسته بشه. یه کوچولو صبر میکنیم، اگر که باز شد که به کارمون ادامه میدیم، اما اگر که باز نشد و من نتونستم کارم رو انجام بدم، باید بیام مسیر رو به شکل دیگه ای جلو ببرم. کاری که من میام انجام میدم، اول از همه تو این صفحه چک میکنم ببینم اتودسک اینستالر اگر وجود داره این تاسکش کنم، اگرم مثل الان وجود نداره که هیچی. وقتی که این مورد رو اومدم چک کردم، قدم بعدی که من باید انجام بدم اینه که بیام یه نرم افزاری به اسم وایسکر که بعد این رو دانلودش کنم. توی گوگل سرچ میکنی به اسم وایسکر و دانلود. توی سایت صاف 98 نسخه پورتابلش رو اومده گذاشته، همون نسخه رو میری دانلودش میکنی. وقتی که دانلود کردی، از حالت فشرده در آوردی، میای مثل من فولدر مربوط به وایسکر رو باز میکنی و از اینجا نرم افزار وایسکر نسخه 365 پرو رو میای این قسمت باز میکنی. این نسخه پورتابله و نسخه پروش هم هست. در ضمن کاری که شما انجام میدی، میای سر وقت سیستم کلینری که اینجا وجود داره و روی اسکن کلیک میکنی، صبر میکنی تا بیا تک تک موارد رو برای شما اسکن کنه. زمانی که کار اسکنش تموم شد، روی گزینه کلین کلیک میکنی. نگاه کن، برای من 135 تا آیتم رو پیدا کرده. ممکنه برای شما 1000 تا 2000 تا آیتم رو پیدا کنه، اصلا مهم نیسته. وقتی کلینش کردی، نرم افزار رو میبندی و باز مجددا میای این رو ران از ادمنستریتور میکنی. اگر درست شد که فبعل مراد کارش رو انجام میدی، اما اگر که کار نکرد، یه کار دیگه هم باید انجام بدی. زمانی که شما بیای توی محل نصب نرم افزارهای اتودسک، مال من داخل درایو سی، پروگرام فایل و اتودسک یک نرم افزاری هست تحت عنوان ADODIS و میای این ورژن 1 رو باز میکنی و از اینجا نگاه کنید نوشته remove ODIS که وجود داره. روی این راست کلیک میکنی و ران از ادمنستریتور میکنی. وقتی که این کار رو انجام دادی، یه پیغام یس و نو به شما میده. روی یس کلیک میکنی که بیاد این رو حذف کنه. این نرم افزار همون نرم افزار اتودسک اینستالری هسته که ما رو به درد سر انداخته، همون موضوعی هسته که میاد باز میشه و بسته میشه. زمانی که مثل الان تموم شد و این رو حذف کرد، برمیگردم عقب‌تر، این فولدری که وجود داره رو میام به سادگی شیفت دیلیتش میکنم. اگر که پاکش کرد مثل الان خوبه، اگر پاک نکرد باید سیستم رو ریستارت کنی و بعد حذفش کنی. زمانی که این کار رو انجام دادم، میام توی قدم بعدی یا فایل نصب یکی از نرم افزارهای اتودسک رو، مال آخرین نسخه ها رو باز میکنم، مثل ریویت 2024 همون اول خودش میاد این ODIS رو برات نصب میکنه، یا اینکه میای روی لینک زیری که من برات این پایین گذاشتم، میای این لینک رو با یه دونه VPN درست باز میکنی، دانلود میکنی این فایل ODIS رو. الان که نگاه کن، من بر اساس همون لینک آخرین نسخهش رو دانلود کردم، فقط کافیه روش راست کلیک کنم، ران از ادمنستریتور رو بزنم تا بیام این نرم افزار رو نصبش کنم. زمانی که این کار رو انجام دادم، صفحه‌ای که باز میشه روی next, I agree یا accept و در نهایت next رو میزنم و صبر میکنم که این نرم افزار رو بیاد برای من نصبش کنه. پس حواست باشه کارایی رو که من انجام دادم مورد به مورد میای انجام میدی، در صورتی که همون اول اومدی کانتنت رو باز کردی و نصب شد فبعل مراد،
اما اگر باز کردی دیدی چیزی باز نمیشه، باید تک تک مواردی که اینجا من انجام دادم رو حتما تو باید انجام بدی. الان که کارش تموم شد روی فینیش کلیک میکنم. وقتی که کلیک کردم باید سیستم رو خاموش و روشن کنم و بعد بقیه مراحل رو انجام بدم. حالا که سیستم بالا اومد، کاری که من انجام میدم میتونم یک مرتبه این وایس کرد رو فعالش کنم و دوباره کلین قسمت رو بیام تکرار کنم، اما الان فکر میکنم نیاز نباشه. فقط کافیه که من فایل کانتنت رو روش راست کلیک کنم و از اینجا گزینه ران از ادمنستریتور رو بزنم و صبر کنم که این فایل رو بیاد مجدد برای من اکسترکت کنه و به صورت ادمنستریتور اجرا کنه. ممکنه یک کوچولو زمان ببره، اما دیگه با این کارهایی که ما انجام دادیم 100% میتونیم بیاین کانتنت رو نصبش کنیم بدون کوچکترین مشکل. همونجوری که دارید میبینید الان این فایل بر من بالا اومد و روی قسمت پریپرینگ صبر کرده و پریپرینگ تموم بشه من میتونم بیام نصبش کنم. فقط کافیه که من روی گزینه اینستال کلیک کنم تا توی مسیر پیشفرض بیاد برای ما نصب کنه. وقتی که کارش تموم شد روی گزینه فینیش کلیک میکنی و بعد از اون نرم افزار ریویت رو باز میکنی که من برای صرفه‌جویی در زمان قبلا ریویت رو اومدم باز کردم. کاری که انجام میدی از بخش مدل میای روی قسمت نیو کلیک میکنی. زمانی که اومدی این قسمت رو کلیک کردی اگر که احیانا باز هم این قسمت خالی بود اصلا نگران نباش، ولی احتمالاً یه سری تمپلیت برات اینجا اضافه شده. توی ادامه من باید با کلیک کردن روی فلش اینجا وارد محیط ریویت بشم و بیام داخل قسمت فایل و از اینجا آپشن رو باز کنم. زمانی که من باز کردم میرم داخل قسمت فایل لوکیشنی که اینجا وجود داره و از اینجا من باید بیام به سادگی تمپلیت های ریویت هم الان وارد کنم. از اونجایی که من قبلا ریویت رو اومدم توی درایو دی کامپیوتر نصب کردم و مسیر کانتنت های ابتدایی خود ریویت رو هم توی درایو دی اومدم تعریف کردم، برای من الان کانتنت های من داخل درایو دی فولدر پروگرام دیتا قرار داره. اما برای شماها که ریویتتون رو اومدین داخل درایو سی نصب کردین احتمالاً داخل درایو سی فولدر پروگرام دیتا قرار داره. مسیر ثابته، فقط اسم درایو عوض میشه. حواست هم باشه که فولدر پروگرام دیتا احتمالاً مخفیه. من کاری که باید بیام انجام بدم اینه که بیام به سادگی روی پلاس این قسمت من کلیک میکنم و میام داخل این مسیری که اینجا الان براتون مشخص میکنم، یعنی برای من میشه داخل درایو دی پروگرام دیتا فولدر اتودسک RVT 2024. حالا اگه مال شما تو درایو سی میشه سی پروگرام دیتا اتودسک RVT 2024. حواست هم باشه که فولدر پروگرام دیتا مخفیه. اگه میخوای راحت تر بیاری مثل من میتونی اینجا تایپش کنی و بعد اینتر رو بزنی. زمانی که اومدی توی فولدر RVT 2024 از اینجا میری سر وقت فولدر تمپلیتسی که اینجا وجود داره و از داخل تمپلیت هایی که اینجا وجود داره فولدر انگلیش رو انتخاب میکنم و از اینجا دیفالت متریک رو انتخاب میکنم و این رو اوپن میکنم. این میشه همون تمپلیت متریک ما که ما بهش نیاز داریم. زمانی که من این رو اومدم اوپن کردم و از اینجا نگاه کن تمپلیت های دیگه هم وجود داره که من میتونم بیام از اینجا انتخابش کنم. فرض کن مثلا بیام داخل قسمت بذار ببینم تو اینا حالا متریک مثلا فرض کنیم اینجا نگاه کن مولتی دیسیپلین، من میتونم مولتی دیسیپلین متریک هم از اینجا انتخاب کنم. اون دیگه دست شماست. هر کدوم از تمپلیت هایی که نیاز دارید میتونید بیاین انتخاب کنید و اضافه کنید. یکی یکی اضافهش میکنم. الان من یه چند تا تمپلیت رو اینجا دارم که طبیعتا وقتی اضافه میکنم میاد قسمت پایین. برای اینکه تو لیستی که اونجا باز میشه اولین گزینه دیفالت متریک رو بده، روی فلش بالا کلیک میکنم که دیفالت متریک رو بیاد این قسمت به من بده. مسیر دومی که تو باید اینجا تعریف کنی که البته احتمالاً خودش اتومات تعریف شده است، فقط چک کن که درست باشه. این مسیر نگاه کن فامیلی تمپلیت من هست. اگر من بیام بروزش رو باز کنم برای من اومده این مسیر رو دوباره در نظر گرفته. درایو دی پروگرام دیتا اتودسک RVT 2024. این RVT 2024 همون فولدر کانتنتیه که من میخوام. از اینجا فامیلی تمپلیت رو انتخاب میکنم و اوپن میکنم که باز برای من خودش به درستی تعریف شده.
و مسیر سوم بخش پلیسز رو میام باز میکنم. یه ایمپریال لایبرری داره و یه دونه متریک لایبرری داره. این قسمت من کاری به این ندارم، یه دونه رو پلاس میزنم، هر اسمی که دوست دارم میام براش اینجا در نظر میگیرم. مثلا فرض کن میذارمش روی متریک و حالا مسیری که باید بدم دقیقاً همین مسیری هست که الان اینجا من دارم. یعنی اینکه من باید بیام این مسیر رو براش وارد کنم. مسیر رو دقت کنین کجاست؟ داخل درایو دی، پروگرام دیتا، اتودسک، RVT 2024، همون جایی که کانتنت نصب شده. داخل قسمت لایبرری و بعد از اون فولدر مربوط به انگلیش و از اینجا هم فولدر مربوط به US و همین رو باید بیام اوپنش کنم. اما از اونجایی که من قبلا این رو اضافه کردم میام با منفی حذفش میکنم و اصلا میتونم بیام کنسلش کنم که هیچ چیزی نه اضافه بشه و نه کم بشه. کار من تموم شد. به سادگی صفحات رو اوکی میکنم و در نهایت با کلیک کردن روی این آیکون هومی که اینجا وجود داره، روی نیو که کلیک کنم به سادگی میبینم تمپلیت های من قرار دارن. اگه من بیام تمپلیت مثلا دیفالت متریک این قسمت رو انتخاب کنم و اوپنش کنم، صبر کنم که این تمپلیت رو برای من باز کنه و از بخش های مختلف بخوام چک کنم ببینم که الان همه چیز درست تعریف شده، من میتونم بیام داخل قسمت تب اینزرتی که وجود داره گزینه لود فامیلی رو از این قسمت بزنم. اگر لود فامیلی رو شما زدین و فقط این رو براتون آورد، یعنی چی؟ یعنی فولدر کانتنت رو مسیراش رو درست تعریف نکردی. یا اگر که شما همون ابتدا لود فامیلی رو از این قسمت زدی و این رو آورد، یعنی اصلا کانتنتی رو نصب نکردی. متوجه شدی چه اتفاقی افتاد؟ الان که من تمام اینها رو دارم میبینم به خوبی متوجه میشم که کانتنت های من به درستی نصب شدن روی ریویت. حتما با دقت کانتنت هات رو نصب کن.